ورحمة الله. عجبت لجهل قريش كيف لم تستطع أن تدرك قواعد المعادلة. من از نادانی قریشیان در حیرتم. چطور آنها درک نکردند که وضع سیاسی و موازنت قواها در حجاز دیگر شده است. قریشیان خود را صاحبان منطقه می‌دانستند چون که خانه کعبه را نگاه و بین می‌کردند. با قبیله ها اتفاق می‌بستند و تجارتی گسترده انجام می‌دادند. اما وقتی به ضرورت جنگ روبرو شدند باید اعتراف می‌کردند که قبیله بزرگ نیستند. جهالت و تفکر کهنه‌شان آنها را از مطابق شدن با واقعیت باز می‌داشت. در پیش جنگی بدر آنها را انتظار بود ولی آنها نفهمیدند که وضعیت حالا دیگر شده است. جهالت آنها امکانی موافق شدن با چیزهای نو را رد می‌کرد. با چنین رکود فکری آنها می‌گفتند ما پدران خود را در این راه یافتیم و به پیروی آنها ادامه می‌دهیم. همین طور انعنه‌های سخت شده و تقلید کرکرانه می توانند تمام یک قوم را از امکانیت درست ارزیابی کردن واقعیت و پیشرفت با زمان محروم سازد. محض از همین سبب قریشیان در جنگ بدر مغلوب گردیدند. مثلا وقتی که گروه مجاهدان تحت راهبری عبدالله ابن جحش به محل نهله که در نزدیک مکه در راه طایف جایگیر بود حمله کردند، آدمانی با عقل مکه اگر در آنجا واقعا چنین آدمان می بودند باید درک میکردند که استراتژی عملیاتی پیامبر صلی الله علیه و سلم نه تنها به حمله به کاروانهای قریش محدود بود بلکه هدف ضعیف کردن روحیه جنگی آنها نیز داشت. این با نشان دادن آنکه قریشیان تا چه اندازه برای جنگ آماده نیستند عملی میشد. حمله در مسافه خیلی نزدیک از مکه در راه طایف صورت گرفت که به هر حال راه سودای قریشیان بود، اما نه به سمت شمال به شام بلکه به جنوب یعنی به یمن. محاولات للتشويش يمكن انه هذه ثله من الناس اللي ممكن احنا نتعامل معهم بنوع من الحزم. با عملهای ناچیز و ضعیفانه خود قریشی ها نشان دادند که آنها نتوانستند استراتژی محمد صلی الله علیه و سلم را درک کنند. آنها تنها تماشا میکردند که چگونه مسلمانان پای در پای به کاروانهای آنها حمله میکنند و ریدهای عمیق میگذرانند. ولی قریشی ها نفهمیدند که همه این جزهای یک استراتژی یگانه بود. قریشی ها نتوانستند وضعیت را سری وقت درست درک کنند و با این سبب روابط اتفاقی خود را با قبیله های دیگر نادرست تشکیل دادند. قريش أكبر جمعته حتى مع حلفائها من المقيمين والقريبين كان 4000 في الخندق معنى 10 أضعاف. سؤال پیدا می شود چرا قریشیان مثلا با قبیله ثقیف اتفاق نبستند در حالی که مسیر تجارتی مکه از طریق طایف میگذشت و محض همین مسیر در محل نهله مورد حمله مسلمانان قرار گرفت. غیر از این خود قبیله ثقیف قبیله خیلی مهم بود. چرا قریشیان با قبیله هوازن اتفاق نبستند که یکی از کلانترین قبیله های عرب در آن زمان بود و نسبت به قریشیان به مراتب پرزورتر بودند. در جنگ حنین قبیله هوازن 40,000 سرباز داشتند در حالی که قریشیان با همه جانبداران خود در مکه همگی 4,000 سرباز برای جنگ خندق جمع کردند، یعنی 10 برابر کمتر. چرا قریشیان شتاب نکردند که با قبیله خزاعه روابط اتفاقی برقرار کنند و منتظر شدند تا آن قبیله به جانب پیامبر صلی الله علیه و سلم گذرد؟ حقیقت این است که حکمرانی قریشیان به آخر رسید و آنها نمی توانستند موافق واقعیت‌های نو فکر کنند. به جای درک وضعیت و اندیشه درباره آینده آنها با خیالات زندگی می‌کردند. خود را با قدرت و شهرت خیالی تسلی می‌دادند. ملت‌ها محض از این سبب شکست می‌خورند که می‌خواهند با اصول‌های کهنه زندگی کنند و نمی‌توانند به آینده مطابق شوند. وقتی فرستاده ابوسفیان خبر داد که مسلمانان به کاروان آنها حمله می‌کنند، قریشیان با شماره از 1000 تا 1200 سرباز برآمدند، ولی نه همچون لشکری حقیقی بلکه همچون یک ازدحام بی سر و سامان. آنها به آمادگی و تشکیل نظامی برآمدند، همراه با موسیقیچیان، نوازندگان، رقاصان، زنان و کودکان. همه این تحت راهبری سروران خودهای مثل ابو جهل، عتبه ابن ربیعه و شیبه ابن ربیعه صورت گرفت.
مجموعة من الأشخاص كل واحد قریشی‌ها گمان می‌کردند که با یک برآمدی خود به سوی مدینه می‌توانند پیامبر صلی الله علیه و سلم را ترسانند و ایشان شکست را اعتراف می‌کنند، ولی آنها در حیرت ماندند وقتی در بدر با لشکر مسلمانان روبرو شدند که با انتظام و آمادگی بلند برای جنگ ایستاده بود. ارتش مسلمانان تحت راهبری پیامبر صلی الله علیه و سلم با ترتیبات دقیق، صف‌های منتظم و جداکنی شمشیرزن‌ها و کمانزن‌ها تشکیل یافته بود. قریشیان به چنین انتظام عادت نداشتند و تجربه جنگی کافی نداشتند. آخرین جنگی که آنها اشتراک کردند جنگ فیجار بود که تقریباً 25-30 سال پیش رخ داده بود. در مقایسه مسلمانان با وجود ذخیره‌های محدود در یک سال 8 رید انجام داده بودند که این ملکه جنگی آنها را بلند برداشت. مسلمانان مهاجر که خود قریشی بودند تجربه جنگی نداشتند، اما برادران انصارشان که چند پیش از یک جنگ داخلی با نام بعاث برآمده بودند تجربه کافی داشتند و آن را به مهاجران تعلیم دادند. همین طور لشکر مسلمانان با ملکه بلند و روحیه جنگی در مقابل قریشیان آماده بود. قلنا أن بني مخزوم بقيادة أبي جهل كانوا يريدون أن يتسيدوا قريش وأن يلغوا ويستأصلوا القيادات. قبل از جنگ میان راهبران قریش ناآرامی سر زد، زیرا هر کلان میخواست راهبری لشکر را به دست آورد. مثلا قبیله مخزوم میخواست که ابو جهل راهبر شود، در حالی که عتبه ابن ربیعه، شیبه ابن ربیعه و حتی ابو سفیان نیز ادعای راهبری داشتند. پس از مرگ ولید ابن مغیره، شخصیت مهم مکه، هر یک خود را سزاوار راهبری میدانست. این اختلاف باعث مذمت و لعنت یکدیگر شد. مناقشه ها میان ابو جهل و عتبه نشان دادند که آنها به همدیگر باوری نداشتند. در وقت جنگ دلهایشان یک نبود و آنها پراکنده بودند. برعکس مسلمانان با قشون کم شماری خود 314 نفر یک دل و انتظامناک بودند. تحت راهبری پیامبر صلی الله علیه و سلم عمل میکردند. تناسب قوه ها 1:4 بود، زیرا قریشیان تقریبا 1200 نفر را تشکیل میدادند. يلتفون حول النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صحيح عددهم 314 مقابل 1200 أكثر من 3 أضعاف الجيش، ولكن هذه كتلة صلبة متحدة تتحدث وتتصرف وتتحرك كالجسد الواحد. لشکر خردی مسلمانان خیلی خوب تشکیل یافته و متحد عمل میکرد. این اولین جنگ بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم بیرون از مدینه به مهاجران و انصار راهبری میکردند. پیش از جنگ لازم بود که شرطهای سازشنامه مدافعوی با انصار از نو دیده برآمده شود، زیرا سازشنامه تنها آنها را وظیفه دار میکرد که در داخل شهر محافظت کنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم نظر انصار را شنیدند و آنها با قسم گفتند: ای پیامبر خدا، ما را با برکت الله راهبری نماید. قسم به الله اگر داخل بحر شوید ما از پی شما می رویم. این اظهارات نشان داد که انصار آمادند در هر جا و هر وقت از پیامبر صلی الله علیه و سلم و مهاجران حمایت کنند. با این روحیه بلند انصار در جنگ بدر زیر پرچم پیامبر صلی الله علیه و سلم ایستاده ایشان را محافظت کردند. تم تعديل تلك الفقرة التي تتكلم عن الحماية داخل المدينة فقط. اليوم الأنصار طواعية سيقفوا ويقاتلوا جندا تحت قيادة النبي صلى الله عليه وسلم في معركة خارج إطار المدينة المنورة أو الاعتداء عليها المباشر. ما دو ارتش را میبینیم، یکی سرشمار ولی پراکنده، دیگری کم شمار ولی متحد. جنگ آغاز شد و قریشی ها مغلوب شدند. این شکست حیرت آور نبود، زیرا لشکر قریش به سر و سامان، به انتظام و هماهنگی بود، در حالی که مسلمانان انتظامناک، متشکل و روح بلند بودند که به یک فرمانده یگانه سخت اطاعت میکردند. قریشی ها با وجود برتری عددی 70 کشته شده و همانقدر اسیر دادند، در حالی که مسلمانان تنها 14 شهید دادند. در بین کشته شدگان قریشی ها شخصیت های برجسته از جمله ابو جهل، عتبه ابن ربیعه و شیبه ابن ربیعه بودند. بسیاری از پیشوایان فعال قریشی ها هلاک شدند که باعث باقی ماندن آنها بدون راهبر گردید.
هؤلاء الصناديد الذين قادوا المواجهة مع النبي صلى الله عليه وسلم أبيدوا. في الحقيقة أن السبعين كلهم أو معظمهم كانوا من الشخصيات المؤثرة في قبائلهم. қурайшиён одат карда буданд ки пешвои онро ситоиш ва аъзои маҷлиси дорулнадворо назди Каъба таъриф кунанд. аммо пас аз кушта шудани шахсиятҳои муҳими онҳо дар ҷанги Бадр, қурайшиён бидуни роҳбари қобили эътимод монданд. ин ҳолат ба ҳаёти шаҳр таъсири ҷиддӣ расонд ва ҷойҳои нав барои роҳбарон дар дорулнадво лозим шуд. дар ҳамин ҳол Абу Суфиён бо давр задани лашкари паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам ба Макка баргашт ва тавонист корвони бузургро наҷот диҳад. ин корвон ки 50,000 динор арзиш дошт, сармояи бузурги қабиларо таъмин мекард. ҳарчанд ӯ ба Абу Ҷаҳл ва Утба тавсия дода буд ки аз ҷанг худдорӣ кунанд, аммо Абу Ҷаҳл пофишорӣ карда ҷангро оғоз намуд. пас аз мағлубият Абу Суфиён тавонист худро ҳамчун пешвои нав нишон диҳад. ӯ қабиларо бойгарӣ бахшид ва ба ташкили лашкари нав барои муқобила бо мусулмонон кӯмак кард. аз ин рӯ Абу Суфиён аз ин ҷанг бештар аз ҳама манфиат бардошт, гарчанде ки бисёре аз хешовандонаш аз ҷумла Утба ва Шайба дар ҷанг ҳалок шуданд. أبو سفيان خرج بالقافلة الأكبر طبعا السنوية اللي هي القافلة التي قريش كانت تقدر قريشیان در مجموع از سبب شکست تلفات زیاد دیدند، اما ابو سفیان همچون شخصیت منفعت سیاسی به دست آورد. یک واقعه مهم دیگر این بود که مسلمانان دهها قریشی ها را اسیر گرفتند. پیش از این پیامبر صلی الله علیه و سلم با صحابه ها مشورت کرده بودند که آیا آنها را قتل کنند یا اسیر گیرند. پس از محاکمه قرار قبول شد که آنها اسیر گرفته شوند. در بین اسیران شخصان مهم قریشی ها مثل سهیل ابن عمرو و عباس ابن عبدالمطلب بودند. استراتژی پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین بود که اسیران از داخل حیات مسلمانان را ببینند، با مناسبت آنها با یکدیگر و رفتار آنها با اسیران شاهد شوند. این به اسیران فهماند که نظام مسلمانان از زندگی قریشی ها خیلی فرق میکند. این استراتژی در آینده به موفقیت در مناسبت های بین مسلمانان و قریشیان مساعدت کرد تا که قریشیان نظرشان را به مسلمانان تغییر دهند و حقیقت را قبول کنند. المسلمون في بدر عندما أسروا الأسرى أيضا، وهذه واقع في غاية الأهمية والضرورية، تعاملوا معهم بطريقة في غاية الاستراتيجية. غلبه در جنگ با پیامبر الله صلی الله علیه و سلم در همه جهت‌ها منفعت آورد، نظامی، سیاسی و معنوی. زیرا شکست قریشی ها یک نوع پیام بود به همه قبیله های عرب، به خصوص به آنهایی که در ساحل بحر سرخ زندگی میکردند. این پیام چنین معنا داشت که اکنون هیچ کس نمیتواند محمد صلی الله علیه و سلم را مسخره کند، زیرا ایشان و مردمش خود را همچون یک دولت در میدان جنگ ثابت کردند. اکنون همه مجبور میشوند با آنها حساب کرده اتفاق کنند. في المستقبل سيكون له تداعيات كبيرة على طريقة تعامل هؤلاء ونظرتهم إلى المسلمين بشكل أو بآخر. إذن در جهت معنوی نیز غلبه به دست آمد، زیرا پیامبر الله صلی الله علیه و سلم به مسلمانان فرمودند که با اسیران دشمن با رحم و شفقت رفتار کنند و با کشته شدگان رفتار تحقیرآمیز نکنند. ایشان فرمودند که در چنین وضعیت تا حد امکان انصاف و انسانگری نشان دهند. خصوصاً بسیاری از قربانیان مشرکان در میدان جنگ پدران بعضی مسلمانان بودند که در طرف پیامبر صلی الله علیه و سلم می جنگیدند. مع الأسرى وأن تعامل أيضا بطريقة حضارية لم يشوه جثث القتلى بل بالعكس كان فيه لمسات انسانیه. بعد از غلبه هیچ یکی از مسلمانان از شادی رقص و خرسندی نکردند. پیامبر الله صلی الله علیه و سلم حساسیت مسلمانان را به نظر گرفته فرمودند که به حالت دیگران احترام گذارند، هرچند که پدرانشان مشرک بودند ولی آنها پدرشان بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌دانستند که غلبه به دست آمده است، ولی اینچنین می‌دانستند که الحال وقت برای شادی نیست، زیرا بعضی از صحابگانشان حالا در دل خود از درد شاد نبودند. پس همه دیدند که در پیش نظر آنها نه تنها یک راهبری توانا، قاطع و ذکاوتمند، بلکه پیشوای اخلاقی نیز هست که در لحظه کشته شدن خویشاوندان نزدیک مسلمانان به غرور رفته خرسندی نکردند. ولكنه أخلاقي، ليس قائدا يتشفى
ولا قائدا يحاول. бо ин паёнбар саллаллоҳу алайҳи васаллам ба ҳар кас нишон доданд ки дар чунин муҳит на мисли душман рафтор кард, балки намунаи рафтор инсони шоиста ва раҳму шафқатро нишон доданд. بالرحمة وليس بالحقد أو بالغيظ أو بالتشفي. والسلام عليكم ورحمة الله. тамошобинони гиромӣ, агар хоҳед ки наворҳои мо зуд бароянд, пас зер кардани тугмачаи лайкро фаромӯш накунед. Албатта ба шабакаи мо обуна шавед ва наворҳои моро ба дигарон расонед, зеро расонанда мисли амалкунанда соҳиби мукофот мегардад.